سوره بقره جزء 1 آیه 49 تا 57. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و نیز به یاد آورید هنگامی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم. آنان شما را به بدترین صورت آزار و شکنجه می دادند. پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما می نگریستید. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که با موسی 40 شب وعده گذاردیم، آنگاه شما بعد از او گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از آن بخشیدیم شاید سپاسگزاری کنید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و نیز به یاد آورید هنگامی را که به موسی کتاب و فرقان را عطا کردیم تا اینکه هدایت شوید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. و به یاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با به پرستش گرفتن گوساله به خود ستم کرده اید. پس به سوی آفریدگار خود باز گردید و توبه کنید و خود را بکشید. این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. آنگاه خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که گفتید ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم. پس صاعقه شما را فرا گرفت در حالی که می نگریستید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را پس از مردنتان برانگیختیم شاید سپاسگزاری کنید.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و من و سلوا را بر شما فرو فرستادیم و گفتیم از پاکیزه هایی که به شما روزی داده ایم بخورید. آنها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می نمودند.